هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، اکنون باز امروز برایتان سلسله موضوعهای مهمی را پیشکشتان میگردانم. برای بسیاری از مردم عجیب است که آیا در قیامت روح انسان عذاب می‌بیند و یا جسمش؟ پس سر همین موضوع برایتان معلومات می‌دهیم. خوب با دقت گوش اندازید. روح انسان گفته یعنی جان انسان را در نظر داریم. خود بیاندیشید که اگر همین روح یعنی جان نباشد، آیا جسم انسان حرکت کرده میتواند؟ البته نه، نمیتواند. همین جان است که تمام اعضای فیزیولوژی انسان را به حرکت می‌دارد و ما انسان ها باشیم این و یا آن کار را انجام می‌دهیم. برای مثال همین انسان مرده را بینید و این حرکت میکند و نه سخن میکند، زیرا در وی جان نمانده است، در وی جان نیست. پس معلوم میشود که جسم به جان بوده نمیتواند. برای فهمیدن همه شما یک قصه را میاریم. روز یک مرد نابینا همراه یک مرد معیوب بی پای میخواهند که به یک باغ برای میوه‌دوزی بروند، ولی حیرانند که چگونه به آن باغ بروند، زیرا یکیش نابینا است، یعنی راه را دیده نمیتواند، و دیگرش باشد معیوب به پای است، یعنی راه گشتن نمیتواند. بعدا هر دو مصلحت میکنند. این مرد نابینا آن مرد به پای را در بالای پشتش سوار میکند و به سوی باغ میروند. آیا میدانید که این دو شخص معیوب چگونه به سوی باغ رفتند؟ شخص نابینا مرد به پای را در پشتش برای آن سوار میکند که وی چشمانش میبیند و او راه را اشاره کرده نشان میدهد. خلاصه هر دو به یک باغ یک مرد برای دزدیدن میوه میروند. ناگهان صاحب همون باغ هر دو این معیوبان را دستگیر میکند. سوال به میان میآید، آیا به فکر شما این دو مرد معیوبه که به باغ دزدیدنی رفتند کدامشان گناهکارند؟ فکر شخصی من این است که البته هر دویشان گناهکار هستند، زیرا نابینا پای صحت داشت و مردی به پای را به پشت خود برداشت. مردی به پای چشمانش که بینا بود به نابینا راه را نشان داد. پس معلوم می شود که هر دویشان گناهکار هستند. اگر جان نمی بود پس جسم به حرکت نماند، یا اینکه اگر جسم نمی بود پس جان به جسم برده نمی تواند. آیا روح مرده به خانه می آید یا نه؟ روح مرده به خانه نمی آید و این عقیده را از سر خود دور بسازید و برای راضی گرداندن اوراقان گذشته اتان به یتیمان و مسکین ها صدقه بدهید تا آنها دعا کنند که خداوند ثواب این صدقه را به روح فلانی برساند. پس خداوند مهربان است، شاید میرساند. اگر روح مرده به خانه بیاید پس باید همراه او جسم هم باید بیاید، ولی نه جسم به خانه می آید و نه روح انسان، زیرا هر دو گناهکارند و در سوال و جواب خداوند قرار دارند. فتوا دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحه 348. پس از مردن روح عذاب می‌بیند و یا جسم؟ در آخرت هر دویشان عذاب می‌بینند، زیرا این در حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در کتاب شرح فقه اکبر صفحه 154 آمده است. فتوا دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحه 340. دوستان عزیز، این بود معلومات مختصر درباره روح و جسم انسانیت بعد از مردنشان. خدا نگهبانتان و اخیر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدا حافظ.